مایکروسافت فابریک چیه و اصلا چرا اینقدر مطرح شده. خب نگاه بکن، قرار شد که من اسلاید نداشته باشم. برای اینکه اسلاید نداشته باشم نیاز دارم به هر حال یه رفرنسی داشته باشم که بتونم خط کلامی رو دنبال بکنم. درسته؟ هیچ جایی هم بهتر از وبسایت خود مایکروسافت نیستش. وبسایت مایکروسافت لرن رو شما اگر که رجوع بفرمایید، یکی از بهترین جاهایی که میتونید چیزی توش یاد بگیرید همین وبسایت مایکروسافت لرن هست. خب که لازمش اینه که حالا زبان انگلیسیتون طوری باشه که بفهمیدش دیگه. و ببینید و واقعیتش اینه که بچه‌ها من خودم تو ایران که بودم انگلیسی برام خورده خیلی راحت نبود. خب من تمام مطالبی که میخوندم، رفرنس هایی که من میخوندم انگلیسی بودن. خب ولی حرف زدن حالا خیلی راحت نبود. ولی باید واقعا مغزتون رو آماده بکنید، یاد بگیرید که انگلیسیه رو بخونید. کتاب‌ها وقتی به فارسی ترجمه میشن، مخصوصاً کلمات تخصصی وقتی به فارسی ترجمه میشن، واقعاً فهمش سخته. ببینید زبان مادری این تکنولوژی انگلیسیه. خب ما یه جاهایی واقعاً نمیشه ترجمهش کرد. وقتی که ترجمهش میکنی کلاً تخریب میشه قضیه. خب در هر صورت نگاه بکنید ببینید بعد توی مایکروسافت لرن چندین مورد هم هست. نگاه بکن مثلا اگر شما دنبال داکیومنتیشن میگردید میتونید روی این لینک بزنید، ببینید 4000 و نزدیک 5000 تا داکیومنتیشن هست. اگر ترینینگ هم بخواید در واقع روی این آپشن میتونید بزنید، میتونید برید بگید که من ترینینگ میخوام و اینجا آموزش های آفیشیال مایکروسافت هستش، آموزش های رسمی مایکروسافت هست که میتونید ازش استفاده بکنید. خب بگذاریم برگردیم سراغ فابریک. همونجور که وحید هم نوشته بود توی تایتل جلسه، مایکروسافت فابریک یک دیتا پلتفرم جدید هستش که مایکروسافت معرفی کرده. حالا اولین سوالی که توی همین این جمله پیش میاد اینه که دیتا پلتفرم چیه؟ دوستان چه تعریفی از دیتا پلتفرم دارید؟ ما چرا یه چیزی رو بهش میگیم دیتا پلتفرم؟ یعنی چی دیتا پلتفرم؟ کسی اگه میخواد آن میوت کنه، میخوایم یک کمی روال جلسه رو داریم تست میکنیم با وحید، میخوایم روال جلسه رو یه خورده تغییرش بدیم از اینی که من فقط حرف بزنم. یه سری از بچه‌ای که اینجا هستن خیلی بیشتر از من بلدن، خیلی بیشتر از من تجربه و کار کردن و سواد دارن. خب میتونیم با هم دیگه شروع بکنیم یه مکالمه ای داشته باشیم دو طرفه. فکر می‌کنم سهیل جان یه سری ابزارها و سرویس‌های مختلفی وقتی کنار هم قرار میگیرن میتونن یه پلتفرم تشکیل بدن. حالا در زمینه ما وقتی داریم در زمینه دیتا صحبت می‌کنیم، پلتفرم دیتا، ابزارهای مختلف دیتا که میتونن به ما کمک کنن حالا برای پیشبرد اون هدفمون. رامین یه توضیحی هم داخل چت خانم سحر فرستادن که platform which supports the whole life cycle for a data analytics project. یه پلتفرمی که تمام اون چرخه زمانی اون لایف سایکل یک دیتا آنالیتیک پروژه دیتا آنالیتیک رو ساپورت میکنن. خب سحر خانم اگر که میتونی آن میوت کن بیا ببینیم که منظورت از لایف سایکل یه پروژه دیتا آنالیتیکس چیه. دوستان راحت باشن. آره آمیوت کنن. صحبت بس خیلی خیلی دوستانه و راحته ها و اینجوری خیلی خیلی خوب میتونیم مثلا چیزی یاد بگیریم. دقیقاً. و اصلا به این کار نشو باشین که نه امتحانه نه تسته نه هیچی، یک گپ دوستانه است. میخوام با هم دیگه اینجا اشتراک بدیم دانشمون رو، با هم دیگه صحبت کنیم و به یه نتیجه میخوایم تا جایی که میشه این جلسه رو تعاملی کنیم. راحت باشین. من دیدم رامین دستش آورده بود بالا. رامین جان راحت باش، آمیوت کن بگو. من فکر میکنم تو امیدوارم صدام چیز نداشته باشه اکو. من فکر میکنم که حالا برای کار با دیتا حالا ما اول مثلا یه اینفراستراکچری میخوایم، حالا کلاود باشه یا هر چیزی که دیتا رو روش نگه داریم. بعد در واقع حالا که این میشه همون حالا یه جورایی انگار پلتفرم از سرویس این قسمت میشه. بعد حالا یه سری سافتورهای در اختیار بذاریم روش تعریف بکنیم، مثل حالا یه چیزی مثل پاور بی آی که کار کردیم، حالا یه ساختاری برای دیتاهای آن استراکچر و بعد از اون دوباره حالا در واقع چیزهای برای ویژوالیزیشن، برای پایپلاین و در واقع کلیه همه این اینفراستراکچر دیتا رو بتونیم همه رو یک جا داشته باشیم. من فکر کنم این طراحی شده. بسیار عالی. ببین سحر جان ممنونم از اینکه در این ساعت دیر شب به ما ملحق شدی.
وحید برای اینکه خیلی تو حرف هم دیگه نپریم، میخوای من قبلش به تو وقت بدم یا اینکه با هم دیگه یه جوری راحت باش برو. نه برو. ببینید صحبتی که دوستان نوشتن اینجا کاملا درسته. خب ببینید این یه وقتی که میگیم هول لایف سایکل یعنی جان ببخشید قطعت کردم سهیل، چون 2 نفر دیگه دستشون رو بالا کرده بودن، میخوای نظر اونا رو بشنویم؟ آره حتما. آره من دیدم خانم ریحانه من دیدم خانم ریحانه دستشون بالا بود. اگه میخواین نظرتون رو بفرمایید. من صحبت جدیدی ندارم. نکاتی که دوستان گفتم به نظرم خیلی کامل بود و خب حالا بخوام جمع‌بندی بکنم، به نظرم فضایی برای ما فراهم میشه که کلیه کارهایی که ما میتونیم با دیتا انجام بدیم و توی این فضا داشته باشیم، حالا از استخراج کردن داده باشه تا اون فرآیند تحلیل و تمیزکاری و ویژوالیزیشن و غیره. خیلی هم عالی. 2 نفر دیگه از دوستانم دستشون بالای، فدریکو که اگه شما همه دوستان صدامو داریم؟ صدا رو داریم. بسیار عالی. خیلی ممنون از وقتتون، داریم لذت میبریم. من فکر میکنم کلا اگه ما در نظر بگیریم که دیتا قراره تبدیل به اینسایت بشه و بعد تبدیل به دیسیژن میکینگ بشه، لازمش اینه که ما یه کامپریهنسیو تکنولوژی سولوشنی داشته باشیم که سازمان ما رو اینیبل بکنه که این بخش‌های مختلف انجام بده. و به این کامپریهنسیو تکنولوژی سولوشن ها اصطلاحاً شاید بشه گفتش مثلا دیتا پلتفرم که کامپوننت های مختلفی داره، همونطور که دوستان گفتن، مثل دیتا اینجکشن، مثل دیتا استوریج، مثل دیتا پروسسینگ، دیتا اینتگریشن و دیتا گاورننس و همینطور بحث‌های آنالیتیکس و ریپورتینگ که فکر میکنم خود مایکروسافت فابریک هم در حقیقت روی همچین چیزی بنا شده و end to end این سولوشن رو کاور. خیلی هم عالی. یکی دیگه از دوستان دستش بالای، آقا آرمین، شما مگه دوست داری میخوای میکروفونت رو روشن کن، نظر شما رو بشنویم، خیلی عالی میشه. سلام خدمت همه دوستان، مخصوصا آقای بخشی. خدمتتون عرض کنم من بلند فکر میکنم شبیه مایکروسافت داره یه کاری میکنه شبیه اکوسیستم اسپارک یا هدوپ، داره مثلا برای خودش یه اکوسیستم دیتا درست میکنه. من خیلی مطالعه نکردم در مورد مایکروسافت فابریک، ولی فکر میکنم داره به این سمت میره. بسیار عالی. رامین فرخی، شما دستتون بلنده. بله وقتتون بخیر باشه. حالا سوالتون بیشتر راجع به دیتا پلتفرم بود فکر کنم، حالا تو چیزای دیگه خود حالا این پلتفرم. ببین من یه توضیح بدم. یه چیزی که من ازش لذت میبرم و خیلیه که وقتی میشینیم با هم مباحثه میکنیم خیلی ازش لذت نمیبرن، اینه که من به شدت آدم گیریم. توی دوستان بهم میگن گیرینوف. حالا اگر که یه این فیلم خیلی قدیمی بودش که یکی از این آقایون بازی کرده بودش میگفتن گیرینوف، من کلمات رو باید بفهمم که معنیش چیه، دقیقاً مقصد تخصصی ها رو که برای چی الان گذاشتن اینجا. خب دلیلی هم که این بحث رو از اینجا شروع کردیم به خاطر که ما قراره که در مورد فابریک دیتا پلتفرم صحبت بکنیم و من معتقدم که اگه ندونیم که دیتا پلتفرم چیست، نمیدونیم اصلا چی ازش میخوایم. خب حالا فابریک میخواد باشه، هر چیز دیگه میخواد باشه. ببخشید این میون صحبت. درست، خواهش میکنم. حالا این دیتا پلتفرم به نظر من اون محیطیه یا اون ساختاریه که به ما کمک میکنه دیتا کالکشن کنیم، دیتا رو ذخیره کنیم و دیتا پروسسینگ کنیم و نهایتاً بریم ویژوالایز کنیم یا دیتا رو به اشتراک بذاریم با دیگران. این دیتا پلتفرم تعریفش ازش میتونه باشه. بسیار خوب. آرمین شما دستت بلنده، اگر که صحبت رو کردی فکر کنم. بقیهش بزن قدش بود دیگه. خب ببینید تمام حرفای فرمایشاتی که دوستان گفتن همش درسته. خب یه دیتا پلتفرم ما ازش چه انتظاری داریم؟ انتظاری که ازش داریم اینه که بتونه به سورس های مختلفی از دیتا وصل بشه. خب و ما بتونیم اون سورس های مختلف دیتا رو با هم دیگه اینتگریت بکنیم. اینتگریشن معنیش چیه؟ معنی اینتگریشن اینه که مثلا ما
یه سری دیتا داریم توی اکسل، یه سری داریم توی SQL، یه سری داریم اصلا بیگ دیتا هستن، مثلا اسپارک علی رو مثال زدن. خب ما بتونیم همه اینها رو به هم دیگه بخورونیم، به خاطر که دیتا مربوط به یه سازمانه، مربوط به بخش‌های مختلف یک سازمانه. یکی از مثال‌های معروفی که سامپل دیتایی که مایکروسافت استفاده میکنه نیویورک تاکسیه، خب که تعداد میلیاردها رکورد توش واقعا وجود داره. خب و این یه دیتای واقعا به مفهوم بیگ دیتا میشه ازش اسم برد. بیگ دیتا یه جورایی استراکچرده، یعنی که یه استراکچری داره، اینجوری نیستش مثلا بگیم که حالا عکس هم هست توش، نمیدونم مثلا باینری فایل هم هست توش و اینا رو ما باید بتونیم به همدیگه وصل بکنیم. خب مثلا فرض کنید که من اگر که دارم روی یه پروژه فرضاً نیویورک تاکسی اگه دارم کار میکنم، اگر که بخوام بدونم که به اطلاعات تاکسی درایور بخوام دسترسی داشته باشم، به کسی که راننده تاکسی، خب یا به مسیرهایی که رفته نگاه بکنین، همین الان این دوتایی که من گفتم 2 سیستم دیگر رو درگیر میکنه. یکی سیستم منابع انسانی رو درگیر میکنه این وسط، یکی دیگه هم سیستم نقشه رو GIS و اینا رو میاد درگیر میکنه. اینا رو ما چجوری باید به هم دیگه وصلشون بکنیم؟ خب این وقتی که شما دیتای اینها رو داشته باشید و بدونید که این از طریق آیدی ها چجوری به هم دیگه وصل میشن، خب میشه تمام اینها رو اینتگریت کرد. برمی‌داریم میاریم اینا رو تریدیشنالی این کار رو میکردیم، یک کپی از سورس میگرفتیم، برام داشتیم میآوردیم همه رو میذاشتیم یه جا. خب و بعد تازه میومدیم تعریف میکردیم، اینها رو به هم دیگه متصل میکردیم، چیزی به اسم دایمنشنال مدلینگ توی دیتا ورهاوزینگ استفاده میکردیم. میگفتیم آقا من تمام سابقه تاریخی داده های تو رو هم توی این دیتا ورهاوزت میشونم و بعدم میرفتیم، به خاطر اینکه این حجم بسیار زیادی ممکن بود دیتا روش باشه، یه لایه بعد دوباره مجبور بودیم روش بذاریم، معروف هستش به سیمانتیک لایر، که سیمانتیک لایر بیشتر اپتیمایز شده برای ریپورتینگ و دیتا انالیسیس. خب و بعد می اومدیم مرحله بعدی بهش در واقع چیز رو اضافه میکردیم، دیتا ویژوالایزیشن رو اضافه میکردیم. اما دیتا پلتفرم یا دیتا پلتفرم بیشتر از این حرفا ازش انتظار هست. مثلا اینی که ما بتونیم توش کلابوریشن داشته باشیم، خب کد منیجمنت داشته باشیم. عرضم به حضورتون که ما بتونیم شیر بکنیم کد رو یا آبجکت ها و آرتیفکت ها رو با هم دیگه، به خاطر اینکه پروژه های اینجوری یه پروژه به قول انگلیسی ها وان من بند نیستش که یک نفر روی یک دونه پروژه کار بکنه. خب یک نفر با قوانین خودش روی پروژه کار بکنه و مثلا پروژه میلیون دلاری باشه، اصلا 100% ناممکنه. خب برای تمام این مواردی که گفتیم باید تول‌های مختلفی رو استفاده بکنیم که این تول‌های مختلف مجموعش در کنار هم کامباین شده با سورس کنترل و کامباین شده با، یعنی مجموعه همه اینها به هم دیگه بخوایم متصلش بکنیم، این رو بهش میگیم یه دیتا پلتفرم که ما همه این انتظارات رو ازش رو داریم. خب اگه نگاه بکنید، یه نگاه کوچیک بکنیم به پاور بی آی. خب و پاور بی آی وقتی که میگم لزوما در مورد پاور بی آی دسکتاپ صحبت نمی کنم. وقتی که میگیم پاور بی آی یک مجموعه ای از تول ها بود که تمام این کارها رو انجام میداد. به خاطر همین هم پاور بی آی خودش اصلا دیتا پلتفرم بود. آلردی پاور بی آی خودش دیتا پلتفرم بود. یک از دوستان که الان دقیقاً اسمها رو، من بسیار حافظه بدی در یادگیری اسم دارم، من عذرخواهی میکنم از دوستانی که اگه اسمشون اشتباه میگم یا اینی که همین 1 دقیقه پیش صحبت کرده و من اسمش یادم نمیاد. خب اینو به من ببخشید. که اومدین گفتین که من فکر میکنم که داره مثلا به سمت اسپارک و این صحبت ها میره. حرفت خیلی درسته، به خاطر اینکه اصلا مایکروسافت فابریک از اسپارک نود ها داره استفاده میکنه، تکنولوژی اسپارک داره استفاده میکنه. اسپارک نوتبوک ها شما میتونید استفاده بکنید توی مایکروسافت فابریک، میتونید برید اونجا و اسپارک نوتبوک باز بکنید، توش R بنویسید، توش پایتون بنویسید، توش SQL بنویسید و داکیومنتیشن انجام بدید و این کد رو شیر بکنید با کسی. یعنی تمام این کارها رو پس ما انتظار داریم که بتونه انجام بده. نکته‌ای که این وسط وجود داره، ببینید خیلی از تولید کننده های نرم افزاری دیگه دنیا هستند که دیتا پلتفرم دارن. خب
مثلا دیتا بریکس یکیش. خب اصلا حالا جلوتر که بریم بهتون میگم که یکی از مواردی که در واقع مایکروسافت داره روش سرمایه گذاری میکنه و اصلا بیس اصلیه یا پایه گذاری اصلی فابریک روش هستش، بر اساس تکنولوژی هستش که دیتا بریکس در سال 2018 پایه گذاری کرده. خب عرضم به حضورتون که خب دیتا بریکس داره مثلا یه سنوفلیک هم یه چیز دیگه است که اونم بر اساس تکنولوژی پارکی، یا ببینید این چیزی که انگلیسیشو وقتی می‌نویسن نوشته میشه پارکت، انگلیسی‌ها این رو میخونن پارکی، تی آخر رو نمیخونن، فکر می‌کنم کلمه باید فرانسوی باشه، اونا با همون تلفظ میگن. عرضم به حضورتون که اینها وجود داشتن. حالا چرا مایکروسافت، من شخصا احتمال برد بسیار زیادی رو برای مایکروسافت میبینم. مایکروسافت یه زرنگی در واقع یه تیزهوشی خیلی خوبی به خرج دادیم مثلا. مایکروسافت همونجور گفتم آلردی تکنولوژی به اسم پاور بی آی داره. نگاه بکنید الان اینجا روی این کلا رفتم روی یه مانیتور دیگه، عذرخواهی میکنم، باتری موزم تموم شد. خیلی ممنونم، بسیار خوب. عرضم به حضورتون که این پاور بی آیه. ببینید الان اگر نگاه بکنید، من یه ذره برم پایینتر، این تکنولوژی فابریک دوستان، من استنباطم اینه که همه میدونن ساس یعنی چی. ساس سافتور از سرویس. خب اگر که بخوام در یک کلمه بگم، یعنی اینکه شرکت ها در تکنولوژی کلاود اومدن گفتن چیکار بکنید، تکنولوژی اپ اومدن یک سری تول ها رو ایجاد کردن که شما به جای اینی که مثلا برید یک دونه مثلا اسکیول سرور بخرید، لایسنسش رو روی لپتاپتون نصب بکنید، نگران آنتی ویروس باشید، نگران نمیدونم هزار تا سکیوریتی باشید، نمیدونم پورت فورواردینگ انجام بدید، نمیدونم 4 دستی رو ببندم، فلان پورت رو باز کنم، اینو رو اون نمیدونم فوروارد کنم، همین این کار نتورکینگ رو مجبور بشید انجام بدید. شرکت ها اومدن گفتن که آقا من به تو سرویس میدم، سرویس بهت میدم، اسکیل سرور شما بیولش بس شد، خیلی شیک کار بکن، دیتات هم یه جایی من برات ذخیره میکنم، خودم هم برات دیتا رو در واقع کلاستر میکنم. میتونه حالا کلاسترینگ اصلا اصطلاح درستی نبود به کار بردم من، مقصودم رپلیکیشن یه رپلیکا میگیرم از دیتا، جای مختلف میذارمش. خب این میشه سافتور از سرویس، که سافتور از سرویس که میشه SaaS، SaaS. خب بسیار خوب. و عرضم به حضورتون که فابریک الان دیتا پلتفرمی هست که کامپوننت های مختلفی توش وجود داره. خب کامپوننت هایی که وجود داره توش، یکیش پاور بی آیه که خود پاور بی آی به تنهایی قبل از ریلیز شدن فابریک دیتا پلتفرم بود. خب الان اومده یه جورایی توی دل فابریک قرار گرفته. خب بقیه این مواردی که شما اینجا توی این تصویر خاص دارید میبینید، و من مترجمم که اینجا چرا دیتا اکتیویتور نیستش اینجا. من فکر کنم قبلا این وبسایت اومده بودم لوگوی دیتا اکتیویتور بود جالبه اون لوگو ابتدای معرفیش هم بود. نمیدونم تصویر برای من اوکی شد، تصویر یه لحظه فریز شد بود، ولی چون گفتن که فعلا هنوز آماده نیست و دارن روش کار میکنن و به زودی معرفی خواهد شد، یعنی اونقدر در موردش اطلاعات نبود، نذاشته بودنش اونجا. یعنی اول بود بعد برداشتن، چراشو نمیدونم، ولی میدونم که گفتن که اینا همشون الان اکتیو، میتونین استفاده کنین. اکتیویتور بعد از اون خواهد اومد. مایکروسافت پرویو کلا یک چیز جداگانه ای از اینه. حالا سوال حالا اینجا توضیح میده داخل فابریک، فکر نمی کنم تا جایی که من اطلاع دارم داخلش باشه. از پرویو من اگه اشتباه نکنم فردریکو بود که راجع به دیتا پلتفرم که صحبت میکرد اشاره کردش به دیتا گاورننس. خب دیتا گاورننس لزوما عضوی از دیتا پلتفرم میتواند باشد یا میتواند نباشد. یعنی شما ممکنه که دیتا پلتفرمی داشته باشید که در واقع کار نه تنها دیتا گاورننس، کار کلا گاورننسش رو از طریق تول‌های دیگری هندل بکنن. گاورننس خیلی بحث بزرگیه، فقط و فقط بحث طول نیست، بحثای انسانی خیلی درش، خیلی زیاد درش دخیل انسانی و مدیریتی. ببخشید خیلی از این شاخه به اون شاخه پریدم. ببینید
اینجا الان تمام این تک تک این کامپوننت هایی که اینجا داریم میبینیم، دیتا فکتوری، سینپس دیتا انجینیرینگ، سینپس دیتا ویرهاوس، دیتا ساینس و سینپس ریل تایم انالیتیکس، همه اینها به شکل سرویس های مختلف روی اجور همین الان آلردی وجود دارن. همه اینا به شکل سرویس روی اجور هستن. همه اینها به شکل سرویس روی اجور آماده هستن. خب اتفاقی که این وسط افتاد اینه، مایکروسافت اومد یه ریستراکچر کرد در واقع همه اینا رو. اگر نگاه بکنید توی خیلی از این ویدیوهاشون میگن که ما from ground up ساختیم، یعنی اومدن واقعا فونداسیون کارها رو اومدن خیلیاشو تغییر دادن. خب یعنی مثلا فرضاً یک از بزرگترین تفاوت‌هایی که این وسط وجود داره روی دیتا ویرهاوس هستش، سینپس دیتا ویرهاوس، که اون سینپس دیتا ویرهاوسی که ما میشناسیم توی سینپس انالیتیکس روی در واقع پارالل دیتا ویرهاوسینگ کار میکنه. خب پارالل دیتا ویرهاوسینگ یک سیستم دیستریبیوشن دیتابیس مدل هستش. به خاطر همین مثلا فرضاً کوچکترین مثالی که میتونم توش بزنم اینه که پرایمری تعریف کردن پرایمری کی بی معناست در دیستریبیوتد دیتابیس مدل، به خاطر اینکه شما کلاسترهای مختلفی دارید که اینها به نوعی با همدیگه مرتبط هستن، ولی تعریف کردن ایندکس روی این کلاسترهایی که فیزیکالی از همدیگه جدا هستن شدنی نبوده حداقل. خب تا الان داریم حرف میزنیم شدنی نبوده. این سینپس دیتا ویرهاوس که ما اینجا داریم میگیم یک چیز کاملا متفاوته که امیدوارم امشب بتونیم بهش برسیم. همین الان 36 دقیقه از زمانمون در واقع جلو رفته. خب توی دیتا انجینیرینگ مثلا شما یه سری کارهایی میتونید بکنید، مثل همین استفاده کردن از اسپارک نوتبوک ها، 2 مرتبه دیتا فکتوری پایپلاین میتونید برید بسازید، نمیدونم از این صحبت ها. این مبحث ریل تایم دیتا انالیسیس این هم خیلی ساله که وجود داره روی اجور. این ریل تایم دیتا انالیسیس، این مبحث آی او تی ها هستن که سنسور وصل میشن مثلا به یک راسبری پای یه چیز خیلی مثال بسیار کوچیکه من دارم میزنم. توی یک دونه از پروژه‌ای که شرکتی که من براش کار میکنم، من مستقیما دخیل نبودم، بعد از اینی که کارشون رو در واقع انجام دادن، خب پروژه خیلی راضی بودن و اومدن یه دمویی دادن. اصلا واقعا هیجان انگیز بود. توی یک دونه، فقط توی یک زمین کشاورزی، یعنی توی یه دونه فارم، بیش از 5000 تا سنسور وجود داشت که این سنسورها تک این سنسورها هر 2 ثانیه یک بار یه چیزی رو اندازه‌گیری می‌کردن و ارسال می‌کردن روی اجور. خب و با ریل تایم دیتا انالیتیکس داشتن این پروژه رو انجام دادن و در واقع کار رو آنالیز می‌کردن. خب بسیار خوب. حالا این دوستمون که این وسط اومده گذاشته وان لیک، منظورش چیه؟ خب حالا الان بیشتر میرسیم به اون مبحثی که آرمین مطرح کردش که سپارک و بیگ دیتا و این صحبت ها. آره دقیقاً برمیگرده همه چیز، تمام کارهایی که توی فابریک داره انجام میشه رو وقتی که استور میشه روی استوریج فابریک که دیتا لیک هست، از تکنولوژی دیتا لیک داره استفاده میکنه. خب تو روی همین فایل بیس هست و از فرمت پارکی استفاده میشه. من نمیدونم توی ایران واقعا از پارکی استفاده میشه، دوستان ممکنه خیلی بیشتر از من راجبش بدونن، ولی فرمت پارکی مثل یه چیزی مشابه در واقع ورتیپک انجین هستش و کالم استور ایندکسینگ توی اسکیول سرور که این مموری دیتا پروسسینگ هست و کالمنار، یعنی چی؟ ایندکسینگ رو ایندکسینگ نداره، کالم وایز نگاه میکنه به دیتا، از بالا به شکل ستونی به دیتا نگاه میکنه. به خاطر همین هم سرعت پروسسش بسیار بالا هست پارکی. خب حالا مایکروسافت اومده چیکار کرده؟ میگه خیلی خب من الان به شما هر گونه دیتا سورسی که داری بگو، به منو بهش وصل کن. شما اسکیول سرور داری، نمیدونم این وسط تکست فایل داری، چقدر من نقاشیم خوبه، نمیدونم اکسل فایل داری، همه اینا رو بیا به من وصل کن. خب من یک نسخه فقط، نکته ببین هنر اینجاست،
هنر قضیه اینجاست. ببین من توی همین 5 دقیقه 10 دقیقه قبل که توضیح دادم و بقیه بچه‌ها هم همه اومدن روی میکروفون و توضیح دادن، ببینید هممون ما داریم میگیم خب به یک سری سورس سیستم وصل بشه، اینا رو اینتگریت بکنه، اینتگریتر رو بره دیتا ورهاوس بکنه، دیتا ورهاوس رو سیمنتیک لیر روش درست بکنه، بعد بره ویژوالایزش بکنه. چند بار دیتا رو استور کردیم الان؟ از اول وصل شدم به سورس سیستم پس یک کپی از دیتا رو که قطعا دارن، خب کپی اول که اونجاست اونو اصلا به حسابش نگیریم. خب یه دونه آوردیم توی اینتگریشن، اومدیم اینا رو با هم دیگه استیج کردیم تا تازه اگر که اینا رو فقط توی همین لول به کار ببریم و خیلی وقتا اصلا اون میان بحث نمیدونم دیتا مارت این وسط پیش میادش که یه دونه لایه هم دوباره اون خودش اضافه میکنه. خب میگیم یک دونه میگیم اینا رو ما اینتگریت میکنیم، یک دونه هم دیتا ورهاوس داریم اضافه میکنیم، یک دونه هم سیمنتیک لیر داریم اضافه میکنیم. حالا اگه دیتا مارت تکنولوژی هم بخواد روش سوار بشه، دیتا مارت هم در واقع میتونه در کنار یا قبل از سیمنتیک لیر باشه. خب 4 تا نسخه از دیتا ما داریم میگیریم. خب درسته که استوریج ارزونه ولی افیشنت نیست و پرفورمنس هم خیلی خوب نیست. ببین مثلا ریل تایم دیتا انالیسیس این وسط یکی از بزرگترین باتل نک‌ها بوده همیشه. مثال خیلی جالبش رو میتونم روی پاور بی آی بزنم که شما اگر که بخواید ریل تایم وصل بشید به یک سری اسکیول سرور، یه سری کارا رو که اصلا به یک سری جا که اصلا کلا نمیتونید ریل تایم وصل شید. مثلا اگه سورس اکسل داشته باشید خب شدنی نیست. اگه او دیتا داشته باشید یا اوراکل داشته باشید یا اسکیول سرور داشته باشید بله میشه، ولی به شرطی که کانکشن تایپتون رو بذارید دایرکت کوئری. خب دوستانی که کار کردن با اسکیول سرور رو روی دایرکت کوئری قطعا به این درد عظما خوردید که چقدر به محض اینکه حجم دیتا یه مقداری بالا میره چقدر پرفورمنس پایین میاد، چقدر سرعت ریپورت پایین میاد. یعنی اصلا اون مواردی که مایکروسافت همیشه صحبت میکنه راجع بهش که سرعت بسیار بالا در ریپورتینگ و فلان این صحبت اصلا هیچ کدومش میبینی اصلا کیلومترها با واقعیت فاصله داره. به خاطر چی؟ به خاطر اون ساختار دیتا منیجمنتی که توی اسکیول سرور هست واقعا در خیلی از موارد نمیتونه پاسخگوی پروسس های ما باشه، حتی زمانی که کالم استور ایندکسینگ رو روش فعال کرده باشه. خب هنرش حالا چیه؟ میاد میگه آقا من تمام فایل ها رو از روی سورس سیستم های تو میخونم، همه چی رو ذخیره میکنم روی چی؟ روی فایل های فایل بیست، روی فایل های پارک من برات ذخیره میکنم، میارم میذارم و اسمشو گذاشته وان لیک پارکت. خب اسمشو گذاشته وان لیک به خاطر اینکه میخوان این رو نشون بدن که آقا ما فقط یک نسخه از دیتای شما میگیریم. خب صحبت حالا اینجاست. بعدش مگه تو دیتا ورهاوس نمیخوای بسازی؟ چیکار میکنی؟ میری 2 مرتبه ازش یه نسخه دیگه یه سری پارکی فایل میذاری اینجا؟ جواب چیه؟ جواب نه نمیکنه این کارو. حالا داره از چی استفاده میکنه؟ قبل بهتون گفتم کل مبحث داره روی تکنولوژی میچرخه به اسم لیک هاوس. مفهوم لیک هاوس فکر میکنم اگه اشتباه نکنم، ولی اگه اشتباه میکنم یا بقیه دوستان اگه اشتباه میکنم تصحیح کنید لطفاً، نمیخوایم چیز غلط توی ویدیو باشه. فکر میکنم ولی دیتا بریکس سال 2018 برای اولین بار تکنولوژی در واقع لیک هاوس رو اومد مطرح کرد. تکنولوژی لیک هاوس کلا چیه؟ چی میاد میگه؟ لیک هاوس میاد میگه که شما نگاه بکن، شما اگر که بخوای روی حجم بسیار زیاد داده بخوای کار بکنی، خب این ساختار ریلیشنال خیلی پاسخگو نیست. خب یعنی افیشنت نیست، ولی اومد روی مبحثی این دو تا چیز دیگه، یکی دیتا لیک، یکی دیتا ورهاوس. خب یکی دیتا لیک، یکی دیتا ورهاوس. اومد گفتش که این رو ما میتونیم ببریم روی دیتا لیک، اما دیتا لیک به اندازه‌ای که دیتا ورهاوس ها قابل اعتماد هستن، کلمه انگلیسیش ریلایبیلیتی رو دارم ترجمه میکنم، قابل اطمینان، اندازه‌ای که در واقع دیتا ورهاوس ها ریلایبل هستن و ساختار خوبی دارن، توی دیتا لیک ما نمیتونیم همچین کاری بکنیم. به خاطر مثلا با یک سری فایل CSV داری کار میکنی که همه اینا رو بردی توی یک ساختار فایل سیستم نشوندی توی یک محیطی به اسم دیتا لیک. بله روش اومدن
چیزهایی وجود داشت، از قبل هم دیتا لیک انالیتیکس وجود داشت که میشد روی اینها کار کرد یا سیستم های مختلف بیگ دیتا روی اینها کار میکرد. ولی به محض اینکه میاد مبحث دیتا ورهاوس مطرح میشه، دیتا ورهاوس خوبیای خیلی زیادی داره. خب یک سری مشکلات هم داره. مثلا فرضاً اینی که چه بکنیم که اگر که ما اسکیمامون میخواست عوض بشه. یعنی یکی از مشکلاتی که واقعا همه بیزینس ها باهاش مواجه هستن، همه کسب و کارها باهاش مواجهن، اینه که ببین قوانین عوض میشه، نوع ساختار سازمانی عوض میشه، نوع خیلی موارد ممکنه تغییر بکنه و تمام اینها شما باید دیتای شما رو، ساختار سیستمی شما رو تحت تاثیر قرار میده. شما مثلا دیتا ورهاوس یه دفعه میبینی که مثلا فکت تیبلت رو باید بری عوضش بکنی، مثلا یه دونه کالم باید بهش اضافه بکنی، یا کالم رو باید برید دیتای توش رو باید بری عوض کنی مثلا. میدونید اینا دردسری خیلی بزرگیه دیگه توی دیتا ورهاوس. خب بله، یه عده میگن که خب بله این به همین دلیل بود که تکنولوژی در واقع دیتا والت اومد. بله دیتا والت هم هست، اون هم یک سری کارها رو در واقع راحت میکنه، شما چنج میتونید اضافه بکنید، ولی در نهایت 2 مرتبه هی دارید کپی میکنید فایل ها رو. خب این میگه چی؟ میگه نه آجون، من یک دونه فقط کپی، یک نسخه از فایل شما نگه میدارم. خب برگردم برم به لیک هاوس. لیک هاوس اومد گفت که من the best، به قول انگلیسی ها the best of both world رو میارم، جمع میکنم در یک چیز، در یک مجموعه به اسم لیک هاوس. خب یعنی اومد گفت که من میخوام که ریلایبیلیتی، قابل اطمینان بودن در واقع دیتا ورهاوس رو با فلکسیبیلیتی دیتا لیک رو همه رو مجموعاً بذارم توی یک کاسه. اسمش هم بذاریم چی؟ اسمش هم بذاریم لیک هاوس. خب حالا اینو بر اساس چی کار میکنن؟ بر اساس تکنولوژی فایل پارکی کار میکنن که این مموری دیتا پروسسینگ هست. خب شما فکرشو بکنید، شما از سیستم های ترانزکشنالتون اومدید دیتا رو ریختید توی یک سری فایل ها که آلردی افیشنت هست، اینا خودشون این مموری دارن دیتا پروسسینگ میکنن. خب حالا این مبحث دیتا ورهاوسینگ کجا میره؟ من میخوام یک سری تیبل ببینم. من عادتم اینه که من با دیتا ورهاوس کار کردم و بعد تیبل ببینم دیگه. من تیبل ها رو چجوری ببینم؟ ریلیشنشیپ ها رو چجوری ببینم؟ یک مفهومی هستش به اسم دلتا لیک. خب دلتا لیک، دلتا چیست این وسط؟ خیلی حرف زدم، اینو به صورت سوال مطرح میکنم. دوستان میکروفون ها رو، دستا رو بالا ببرید. وحید جان شما مدیریت کن لطفاً. دوستان اگر صحبتی دارن تا اینجای عرایض بند صحبتی دارید بفرمایید، مخالفتی دارید، چیزی رو من اشتباه گفتم حتما تصحیح کنید لطفاً، تو ویدیو چیز غلط نداشته باشیم. بیا این که در مورد دلتا لیک میخوام صحبت کنم. دوستان راحت باشن، اگه دوست دارن میکروفونشون روشن کنن. هیچی؟ اینجوری اصلا بحث دوستانه نیست. من دهنم کف کردم سخت اینقدر صحبت کردن. سلام عزیزم، وقتتون بخیر باشه. آقا این موضوعی که میگین اگه ما بخوایم اسکیما رو عوض بکنیم تو دیتا ورهاوس، واقعا چالش‌های خیلی عجیب و غریبی برای من شخص و بنده به وجود آورده و کاملا درسته. یعنی من خواستم اینو تصدیق بکنم که واقعا اشک همه رو در آورده این موضوع. میشه کم ببین به سوال دلتا لیک، من دلتا لیک رو اینجا بنویسم، حافظه من خیلی خوب نیستش واقعا. خب برای همینم هستش که اینقدر ویژوالی همه چیز باید اونجا رو صفحه نقاشی بکشم و کارای اینجوری باید بکنم. دلتا لیک رو من اینجا می‌نویسم فقط برای اینکه فراموش نکنم. فردریکو لطفاً دوست داری بگی چرا چالنجینگه؟ چه چالش هایی رو باش مواجه شدید و چقدر تقریبا زمان برد که حل کنید مثلا؟ به خاطر اینه که بیزینس ما خب به شدت تغییرات زیادی توش داره. خب
وقتی هم که ما میریم جلو، خب بیزینس که منتظر من باقی نمیمونه که آقا مثلا تو همون چیزی که داشتی رو باید رو همون چیزی که تو داشتی من باید برم جلو. نه، بیزینس داره هی تغییر میکنه، من باید بیام خودمو با بیزینسم به روز بکنم. یعنی اون چیز دیتایی که بیزینس لازم داره رو من بهش بدم. به خاطر این موضوع درسته. بعد البته جواد، من فردریکو ببخشید من اشتباهی نمیدونم چرا اسم شما رو دیدم که روشن شد. ببین این موضوع رو حالا من خیلی 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 سریع توضیح بدم که چرا واقعا چالش بسیار بزرگیه. ببینید شما حرفی که جواد میزنه کاملا درسته. ببینید وقتی که بیزینس سری تغییرات توش ایجاد میشه، یکی از مواردی که معمولا خیلی سریع توش تغییر ایجاد میشه دیتا سورس های شماست. خب دیتا سورس های شما دیگه دیتا سورس هایی که تا دیروز دیتا ترانسفورمیشن پایپلاین هاتون، حالا ETL یا ELT، هر در واقع سناریویی رو که می‌خواستید پیاده بکنید روش، حالا SSIS بوده، دیتا فکتوری بوده، هر چی که بوده، الان دیگه باید با یه سری ست های جدید باید کار بکنن. خب شما باید برید اصلا همه کل مسیر یا اون چیزی رو که این فکر کنم سرخانم همون اول گفتش لایف سایکل رو، شما باید برید کل سیکل رو باید برید تغییر بدید. یعنی مرحله به مرحله اون قسمت دیتا ترانسفورمیشن، دیتا اینتگریشن، نمیدونم تا بیاید برسید به ورهاوس. اون وقت ورهاوس شما هیستوری رو نمیخواید از دست بدید. شما نمیخواید اشتباهی بکنید که باعث بشه که دیتا لاس داشته باشید، به خاطر اینکه 2 مرتبه باید برید از اول از سورس سیستم ها بخونید و یه وقتایی ممکنه که سورس سیستم ها دیگه الان وجود خارجی نداشته باشن، روی مثلا تیپ بکاپ گرفته باشن، رفته برده باشن یه جا آرکایو کرده باشن، حالا آوردن اونها خودش یک دردسر بزرگیه. بمونه بریم سراغ تکنولوژی، بریم بحث دلتا لیک. خب حالا من یک سری فایل دارم، فایل های من فایل های پارکه هستن و از سورس سیستم من اومدن. ما میخوایم که بیایم به شکل و شمایل ریلیشنال ببینیمشون. دلتا لیک چیزی نیست به غیر از یک متا دیتا لیر. خب دلتا لیک متا دیتا لیری هستش که بالای روی در واقع فایل های پارکه ما میشینه. خب متا دیتا به شما میده. یعنی چی؟ یعنی دیتای شما رو به صورت به شکل تیبل ها و ریلیشنشیپ ها بهتون نشون میده. خب یعنی توی لیک هاوس که شما برید، حالا میریم جلوتر اگه فرصت بکنیم من فابریک رو بهتون نشون میدم. خب میایم هم لیک هاوس میتونید داشته باشید. لیک هاوس رو برای اینکه حالا به دلیل اینی که تا چند دقیقه آینده توضیح میدم بهتون، در واقع لی اوت های مختلفی داره. شما اگر که از بک‌گراند دیتا انجینیرینگ اومده باشید و با لیک هاوس بیشتر آشنا باشید، بخواید با لیک هاوس کار بکنید، شما خیلی راحت میتونید برید اونجا روش رایت کلیک بکنید اصلا فایل های پارکر رو ببینید، یا خود توی لیک هاوستون برید اصلا نوتبوک باز بکنید، کاری که توی اسپارک نوت ها انجام میدید اونجا انجام بدید. یا اگر که از ورهاوس دیتا ورهاوسینگ بک‌گراند دارید، میایید تجربه دیتا ورهاوسی انبار داده، تجربه انبار داده ای دارید، یه چیزی درست کردیم که مایکروسافت درست کرده، ما استفاده میکنیم به اسم SQL endpoint. خب یعنی اومده یک endpoinتی درست کرده، endpoint نمیدونم چی رو بهش بگم، نقطه اتصالی درست کرده که من ورهاوس کار بتونم SQL Server Management Studio رو باز بکنم، بهش وصل بشم و دستورات TSQL توش بنویسم. خب نمیدونم با پالیبیس کسی کار کرده قبلا یا نه. شما میتونستید همین الان هم میشه این کار کرد. شما میتونستید دیتا لیک داشته باشید، دیتاتون توی دیتا لیک باشه و به صورت external table توی SQL سرورتون برید تعریف بکنید. چیکار میکردید؟ یه سری دلتا لیک، یه سری فایل CSV دیگه. فکر بکنید این خیلی خیلی تکنولوژی جالبیه، خیلی واقعا هیجان برانگیز این تکنولوژی که شما بتونید روی CSV فایل ها رسما TSQL بنویسید آقا select کالمن A کالمن B چه میدونم sum کالمن C from table A join table B
آن فلان و فلان و فلان، گروپ بای فلان و فلان، نمیدونم ور داشته باشه، هاوینگ داشته باشی، همه اینا رو داشته باشی. روی چیه؟ ولی روی CSV. اینا رو چجوری این کارو میکرد؟ تکنولوژی هستش به اسم پالی بیس که اینا رو میاد تبدیل میکنه. خب شما SQL مینویسید، اون به زبان دیگه میره با دیتا لیک صحبت میکنه. خب دلتا لیک پس بنابراین چی شد دوستان؟ دلتا لیک یه متا دیتایی داره به شما میده روی همون دیتا و این رو به شکل مثلا دیتابیسی یا دیتا ورهاوسی به شما نشون میده، همون رو به شکل لیک هاوسی به یه دیتا انجینیر نشون میده. خب حالا اینها رو شما بر اساس پروژه‌ای که دارید، بر اساس نوع دیتا هایی که دارید، بر اساس حالا این اون چیزیه که 5 دقیقه پیش گفتم، 5 دقیقه دیگه توضیح میدم، بر اساس اکسپریانس هایی که دارید یا رولی که دارید یا تجربه‌ای که دارید، یک پروژه دیتا پلتفرمی همیشه تعریف میشه. خب حالا مثلا اگر که ما داریم روی مایکروسافت دیتا پلتفرمز این جنرال بالکل داریم صحبت میکنیم، میتونه مثلا فرضاً یه سینپس انالیتیکس پروژه باشه که اونجا هم توی سینپس هم میرید شما همین دیتا فکتوری، سینپس پایپلاین دارید، دیتا فکتوری دارید، نمیدونم دیتا لیک دارید، همه اینا رو دارید. خب اما آدم‌هایی که دارن توی اون پروژه کار میکنن، هر کسی داره کار مشخصی رو که بلده رو داره انجام میده. اینا رو نباید با هم دیگه قاطی بکنیم. سهیل تو هیچ وقت مثلا اومدی نشستی با هدوپ و مثلا اسپارک نوت ها کار کردی؟ نه. آیا لازمه که کار بکنی؟ نه. تو رولت چیه؟ من رولم دیتا انالیسته. این نکته ایه که میخواستم بهش برسم. بسیار خوب بچه ها، من الان میخوام برم و یک دونه تننت تست فابریک رو براتون بالا بیارم. فردریکو بفرمایید. ممنون جناب بخشی. یه سوال فقط داشتم جسارتا قبل از اینکه این توضیح بدیم. قبلا یه دیتا انتیتی دیگه هم درست میشد تحت عنوان دیتا هاب که برای یه سری ریکوایرمنت های دیگه بود. مثلا حالا اگه 2 تا سیستم عملیاتی بخواستن با هم دیگه دیتای ترانزکشنال منتقل بکنن، امکانی به وجود آوردن دیتا هاب هم بود به عنوان یه دیتا انتیتی دیگه تو سازمان، چون حالا ورهاوسینگ بیشتر واسه اهداف تحلیلی و ریپورتینگ رو مورد استفاده قرار می‌گرفت. من یه سوال این بود که مایکروسافت فابریک توی اون عرصه هم میتونه نقش آفرینی بکنه یا نه. سوال دوم این بودش که همین نکته اخیری که شما فرمودید راجع به بحث‌های مرتبط به رولای دیتا آنالیست‌ها، من احساسم اینه که همه چی داره به سمت لوکود شدن و اینا میره و اگر اشتباه نکنم جدای حالا مثلا SQL و مثلا نوشتن و اسکریپت نوشتن و اینا، میخواستم ببینم که امکاناتی مثل ویژوال کوئری و داستان اینطوری هم داره یا نه. فردریکو ببین، در مورد سوال اوله، ما در زمانی که فابریک اومد رو، مایکروسافت آلردی یه چیزی به اسم دیتا هاب داشت. خب بذار من برم توی اکسپریانس پاور بی آی، یه چیزی به اسم دیتا هاب داشت. خب که دیتا هاب رو الان رینیم کرده به قرمز به وان لیک هاب. ببین من میتونم این گوشه ببین، وان لیک هاب، وان لیک دیتا هابه. خب اگر که این دیتا هاب همون دیتا هابی هست که شما دارید میگید که اینجا هستش، چه اتفاقی میفته وقتی من روی دیتا هاب میزنم؟ روی دیتا هاب افرادی که دسترسی دارن میزنن چیزهایی رو که بهش دسترسی دارن رو در یه دونه هاب دیتایی میبینن. ممکنه که این با چیزی که شما فرمودی فردریک جان ممکنه کاملا متفاوت باشه. سوال تو میدونی که دیتا هاب توی کانتکست سکیوریتی چیه؟ وقتی که 2 تا سیستم ترانزکشنال میخوان با هم صحبت بکنن، مبحث سکیوریتی بسیار مبحث تخصصی هستش. پاسخ من اینه که نه، متاسفانه من نمیدونم چیه. دوست من متخصص سکیوریتی، حالا گوگل کاری ندارم، من سوال معمولا سکیوریتی اینجوری رو میرم از ایشون میپرسم.
این دیتا ها اگر که همون دیتا ها بیه که شما مد نظرت، پاسخت اینه که بله وجود داره. اگر که اون نیست، ببین توی اکسپلورر من میتونم در واقع تمام ورک اسپیس های مختلفی که درست کردم میتونم ببینم و آیتم هایی که توی ورک اسپیس ها برای من آزاد وجود داره و من دسترسی بهش دارم رو میتونم ببینم. امیدوارم که سوال اولت رو تونسته باشم جواب بدم. این در واقع چیزی که من میدونم. خب ممکنه که اون دیتا هایی که شما دارید میگید ممکنه این دقیقاً اون نباشه، ولی نکته‌ای که وجود داره، مایکروسافت به فقط وان لیک به عنوان یک نسخه از دیتا نگاه نمیکنه، حالا بعدم دلتا لیک بذاره روش و بقیه موارد. یه چیزی هم مطرح کرده به اسم وان سکیوریتی که توی این دایاگرامی که الان اینجا داریم نیست، دایاگرام دیگه دارن، مایکروسافت داره، خب که یک لایه این بالا گذاشته به اسم وان سکیوریتی. خب و شما حتی ببینید مسئله به شدت پیچیده میشه یکو وقتی که بحث سکیوریتی پیش میاد. شما به خاطر اینکه اولا که حالا از بحث اوتنتیکیشن و اوتوریزیشن که بگذارین که حالا شما وارد تننت شدی، یه دفعه اینی که شما به کجاهای تننت بتونید دسترسی داشته باشی، به دومین بخوای دسترسی داشته باشی توی یک تننتتون، به ورک اسپیس دسترسی داشته باشی، به دیتا ست دسترسی داشته باشی، روی دیتا ست رو لول سکیوریتی داشته باشی، آبجکت لول سکیوریتی داشته باشی. حالا این هایی که من گفتم فقط در مورد دیتا ست بود. فایل چی؟ ما داریم همه اینا رو مگه نمیگیم این نسخه از فایله؟ این مبحث منیجمنت سکیوریتی و این صحبتاش بسیار بسیار میتونه کامپلکس باشه. خب امیدوارم که سوالت رو درست پاسخ داده باشم. در مورد سوال دومت که گفتی که لو کد نو کد، اون هم کاملا درسته. لو کد دقیقاً داره به اون سمت پیش میره. اگر شما از دیتا فلوز استفاده کرده باشی، توی دیتا فلوز شما واقعاً لو کد یا مثلا اگر که امکان دیتا مارت پاور بی آی رو اگه استفاده کرده باشی، اونم همین مبحث لو کد و نو کد درش وجود داره. خیلی بسیار بسیار پیش بینی درستی، اصلا دقیقاً مارکت ایندستری داره دقیقاً به اون سمت پیش میره. یا مثلا این اکسپریانس در واقع دیتا رنگلر توی نوتبوک ها، یه چیزی مشابه همین پاور کوئری آنلاین هستش که توی بک‌گراند زمینه به جای اینکه پاور کوئری کد ایجاد بکنه، پایتون ایجاد میکنه. خب اونم در واقع همین بحث لو کد و اینها هستش. میگه نه اینکه من خیلی آدم با تجربه باشم، این برداشت شخصی بنده است. برداشت شما یک قدم بخواهید فراتر از موارد بیسیک بذارید، یک قدم بخواید فراتر از بیسیک برید، این لو کد و نو کد و اینا کمک میکنن، ولی اون کاره رو باید در نهایت آدمی باشه که با تجربه بیاد و انجام بده. بسیار یک از مواردی که مایکروسافت فابریک من واقعا خیلی دوست دارم در موردش، همین مبحثیه که عرض کردم خدمتتون قبل به اسم اکسپریانس. خب اومده میگه که آقا ما پرسونا بیسد و اکسپریانس بیسد جلو میریم. این نگاه بکنید، بعد از اینکه اولا که فابریک رو میتونید بعد برید روی فابریک پورتال، ادمین پورتال، بعد برید روی ادمین پورتال، بعد برید و فابریک رو انیبل بکنید. فابریک رو هر کسی همین الان میتونه نسخه ترایالش رو انیبل بکنه. من چون نسخه ترایال رو انیبل کردم، الان اینجا کنسل ترایال من دارم. این عدد باقی مانده روزهای ترایال هم
که روز به روز ازش کسر میشد دیگه کسر نمیشه، یعنی هر روز این به همون عدد 59 برمیگرده. تا نمیدونم تا کی قرار این به این شکل باقی بمونه، ولی احساس من اینه که مایکروسافت دوست داره که اکستند بکنه ترایال رو. experience based. خب حالا قبلش گفتم که پروژه‌ای که ما میایم تعریف میکنیم بر اساس این هستش که آقا experience یعنی تجربه دیگه. آقا من چه تجربه‌ای دارم. خب حالا اینو من بعد از اینی که فعالش میکنم این پایین یه دونه باتن اضافه میشه، خب پایین سمت چپ توی پاور بی آی سرویس که در واقع اکسپریانس های مختلف رو به من نشون میده. من روی این که میزنم شما نگاه بکنید این اکسپریانس ها برای من آماده است. اگر که من اکسپریانسی دارم در زمینه پاور بی آی برای من آماده است، عین قبل کار میکنه. خب همون کاری رو که بعد انجام میداده رو انجام میده. اگر که من یه آدمی هستم که خیلی اکسپریانس دارم، خیلی تجربه دارم در دیتا فکتوری، خب و فکتوری پایپلاین ها یا دیتا فلو میساختم، میتونم برم و توی این کارا رو انجام بدم. اگر که من دیتا انجینیر هستم و با تکنولوژیایی مثل اسپارک و هدوپ کار میکردم، اسکالا مینوشتم، نمیدونم همه این کارا رو میکردم، الان اینجا میتونم بیام انجام بدم. دیتا ساینتیست بودم، میومدم میرم مثلا الگوریتم‌های ماشین لرنینگ و ای آی و اینها رو یادگیری ماشین و آرتفیشال اینتلیجنس انجام میدادم. میتونم الان بیام و این بخش پروژه رو من میتونم بیام یه گوشش رو بگیرم. خب من دیتا ورهاوس کار بودم، میتونم این رو بگیرم. آی او تی کار بودم، میتونم این بخشش رو بگیرم. ببینید این یعنی در واقع داره نشون میده وقتی که میگه end to end، واقعا end to end داره کل یک اکوسیستم رو داره پوشش میده. همه چیز رو شما باید بتونید توی فابریک انجام بدید روی یک نسخه از دیتا. وحید منم اینجا پاز میکنم به خاطر اینکه نمیدونم چقدر زمان داریم. لطفاً یه زمان داریم، یه نیم ساعت 40 دقیقه دیگه هم زمان داریم اگه اوکی باشی. آره نه من که اوکی هستم. خب اوکی. یه نکته رو من اینجا بگم فقط، ببخشید سوهی جان، یه چیزی که الان داشت توضیح میدی همشون اینجا دسترسی دارن، بعد اینجوری بهش فکر کنیم که قبلا برای دسترسی به همه این نکاتی که سهیل الان توضیح داد حداقل 8 تا لاگین بعد انجام میدادیم. 8 بار لاگین بعد میکردیم، بعد 5 یا 4 تا لایسنس جدا میخریدیم و 4 مدل جدا بعد اینا رو منیج میکردیم تو محیط‌های جدا. الان یک درگاه، یک وب پیج، یک نفر میتونه همه اینا رو مدیریت کنه، یک لایسنس. البته اون لایسنس شرایط مختلفی داره که تو استوریجش یک رقمی داره، دقیقه که استفاده میکنه یک رقمی داره، ولی کلا اون سهولتی که داره میده این وان داتا پلتفرم اند تو اند اینه که شما از یک درگاه میتونید همه اون موارد رو یک جا چک کنید. ببخشید تو جان، خواستم بگم که چه دغدغه‌ای داشتیم قبلا، چقدر لاگین تا برسیم بهش. آره فقط اصلا ببینید سیستما وقتی که میخواستن با هم دیگه صحبت میخوان همین الان چرا گذشته بکنم، همین الان تمام اینا روی اجور وجود دارن دیگه. اینا میخوان با هم دیگه ارتباط برقرار بکنن. حالا برو کیوالت بخون، نمیدونم سیکرت کی اینو بردار بذار اونجا، اینو به اون بزن، نمیدونم اینجوری نمیدونم سکیورش بکن، نمیدونم خیلی 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 پیچیدگی‌های خاص خودش رو اون سیستم خیلی شما یه سینپس بخوای بسازی حداقل 3 تا چیز جداگانه باید براش بسازی. یعنی شما باید به یه اجور داتا استوریج بسازی، تو اجور داتا استوریج برای خودت یک تعریف کنی اون جای اون درگاهی که میخوای روش اینو سیو کنی، بعد بیای سینپس تو بسازی. برای دیتا فکتوری هم همین جوریه. یعنی شما برای ساخت هر کدوم از اینا که الان با یک کلیک انجام میشه، قبلا باید کلی کار انجام میدادی. حالا اگه ادمین اون کار نباشی که بعد 20 بار با آیتی جلسه بذاری، با اونا صحبت کنی، ببینی چه شکلی میشه، فایروالایی که اونا دارن، اون پروسیجرایی که اونا دارن. ولی الان خیلی راحت تر شده، یعنی با یک سیستم به همه اونا دسترسی خواهی داشت. سوال اگر که من این عیناً این سوال فکر می‌کنم 2 هفته پیش بود که مایکروسافت یه چیزی داشت، یه ایونتی داشتش که اومدن راجع به فابریک صحبت کردن و اصلا کلا هم فقط QA بود، یعنی سوال و جواب بود. یه نفر گفتش که من کلا یه دیتا انالیسیس هم و پروژه دیتا ان اینسایت هم روی سینپس هست. آیا باید بیام منتقل بشم بیام روی فابریک؟ آیا قراره که سینپس انالیتیکس
از بین بره، یعنی یه اند آف لایفی مثلا یه پایان عمری براش در نظر گرفته شده و مایکروسافت دیگه ساپورتش نمیکنه. جواب فکر میکنید چیه؟ چون ببینید ما الان داریم میگیم که خب یه شرکت خب اومده اومده دو جور محصول داره میده بیرون که این محصولا تیکه تیکاشو به هم میچسبونی اومده شده یه محصول. حالا اگه من این محصول رو خریدم کیه که دیگه بره اونا رو بخره؟ یا اگر اونو خریده بودم آیا باید حتما بیام رو این یکی؟ جواب اینه که نه. اگر که چیزی دارید که داره کار میکنه دست بهش نزنید. اولا که فابریک هنوز روی پابلیک پریویو هنوز ریلیز نشده. خب به خاطر همین هم هستش که مایکروسافت این رو این 60 روز رو اینجا گذاشته و هر روزم 2 مرتبه این 59 روز میشه، اون 59 روز تغییر نمیکنه. الان در واقع داره از عموم کاربران داره استفاده میکنه، از تجربه اونها داره استفاده میکنه و مواردی رو که باگ هایی رو که بهش میخورن یا پیشنهادهایی که ایده هایی که به ذهنشون میاد رو دارن خیلی باز با مایکروسافت مطرح میکنن. خب مایکروسافت هم داره گوش میده و برای پیشرفت کار خودش کاملا. خب پاسخش واقعا نه، یعنی که و اینها درسته که با هم شباهت های بسیار زیادی دارن. حتی این نوع نامگذاری رو من اصلا خوشم نمیاد ازش. این رو اینجا گذاشته سینپس، وزیرش اومده گفته دیتا ورهاوس، در حالی که این به هیچ عنوان تو در دنیای سینپس انالیتیکس وقتی که میگیم سینپس دیتا ورهاوس داریم در مورد یک ددیکیتد پول، قبلا صحبت کردم راجبش چند دقیقه پیش، که دیستریبیوشن دیتابیس منیجمنت سیستم کار میکنه. خب این اصلا اون نیست. این در واقع یک پوسته‌ای از دیتاهای ما روی پارکه هست. دلتا لیک داره برای ما این به قول انگلیسی ها این ایلوژن رو درست میکنه که ما داریم با یه ورهاوس کار میکنیم، در حالی که در واقع ماجرا روی در واقع یک سری پارکه فایل داره انجام میشه. تمام حرفایی که دارم میزنم بر اساس دانش شخصی بنده و وحید همچون مخالفتی نکرده معنیش اینه که داره تایید میکنه، بر اساس دانشی که ما امروز داریم. خب و این تکنولوژی خیلی درسته. این خیلی درسته. دانشی که امروز داریم، یه نکته رو باید دوستان توجه کنن، هنوز تو پریویو و تقریبا از روزی که اومده میتونم بگم 25% چیزایی که روز اول نشون دادن تا الان تغییر کرده حداقل، و داره تغییر میکنه. خیلی چیزاشو حتما تغییر میدن، یعنی خیلی چیزایی که الان داره دیده میشه شاید دیده نشه و اصلا یه چیزای جدیدی اضافه بشه. این هست. یه چیز دیگه‌ای که هست که جواب اون سوالی که سهیل پرسید میگن نه، یک سوال دیگه پیش میاد که این سوالیه که واقعا سوال ولیدیه که اگه من میتونم همین الان هم سینپس استفاده کنم یا بیام تو فابریک سینپس استفاده کنم، کدومو باید انتخاب کنم؟ که این توضیحاتی که سهیل داره میده خیلی قشنگ اونو داره بهتون توضیح میده. و بعد اینو در نظر داشته باشیم که از نظر پرایسینگ هر جفت با هم فرق میکنن. همه موارد از نظر لایسنس و پرایس با هم فرق میکنن. خیلی خیلی بستگی داره. یعنی الان آپشن خیلی زیاده برای کسی که میخواد یه کاری رو اندازی کنه. قبلا اگه 2 تا آپشن داشت الان چند تا آپشن داره. ولی از طرفی ترند در واقع مایکروسافت دوست داره که بیشتر چون واقعا سرمایه هنگفتی رو سرمایه گذاری کرده برای این کار، ترجیحش بیشتر بر اینه که مردم به سمت فابریک برن. خب ولی در هیچ کجا شما نمیبینید که توی مایکروسافت به صورت رسمی بیاد بگه که شما بیاید از فابریک استفاده بکنید. همیشه قبلش میگن به هر حال این توی پریویوه. توی وبسایت مایکروسافت اگه بیشتر بریم جستجو بکنیم، من قبلا دیده بودم، نمیدونم که همین الان هم هست یا نه. هر چیزی هم هر جمله که میگیم بعد دیسکلیمر هم بگیم پشتش که اینو من قبلا دیده بودم. خب که در مورد کلا تکنولوژی هایی که روی پابلیک پریویو هستن مایکروسافت دیسکلیمر گذاشته. دیسکلیمر یعنی چی؟ یعنی گفته آقا من دستای من بالا، به من ربطی نداره، این هنوز رو پابلیک پریویو و من دارم بهت میگم که ممکنه تغییر بکنه یا اصلا ممکنه که به قول خودشون ممکنه که اصلا دپریکیت بکنن. قبل از اینی که وارد
بازار بشه کلا پروژه رو کنسل بکنن. داشتیم همچین چیزی ها، نمیدونم وحید یادش هست یا نه، ولی حدود سال 2018 بود که مایکروسافت روی Azure Analysis Services داشت سرمایه گذاری میکرد، همون Analysis Services تبیلار مدل SQL سرور روی Azure. خب و داشت روش کار میکرد. یه آپشنی روی Azure Analysis Services گذاشت و اون این بودش که شما PBIX هایی رو که توی پاور بی آی ساختید رو ایمپورت بکنید به Azure Analysis Services. من راجع به این یه بلاگ نوشتم. خب این خیلی جالبه که چه اتفاقی افتاد راجع بهش. این دقیقاً جز مواردی بودش که دپریکیت شد، تو پریویو موند و دپریکیت شد. حالا بذار من الان دنبالش نگردم، لزومی نداره الان دنبالش بگردم، ولی یه همچین چیزی هست. حالا من وبلاگم biinsight.com هست، اگه خواستید میتونید برید توش سرچ بکنید. اونم ایمپورت نمیدونم فایل های پاور بی آی به Azure Analysis Services بود. خیلی من باش به مشکل میخوردم به خاطر اینکه اینا کامپتیبیلیتی لول هاشون با هم دیگه لزوما یکی نبود. اون سرعتی که تیم پاور بی آی آپدیت میکرد سریعتر بود از تیم Azure Analysis Services. فایل های PBIX که من داشتم کامپتیبیلیتی لولش بالاتر از کامپتیبیلیتی لول سروری بود که ران کرده بودم. این وسط به مشکل میخورد، بعد و کلا دپریکیت کردم. یعنی این روی پابلیک پریویو هم بود، یعنی هر کسی هم که اومده بود و در واقع از این فیچر استفاده میکرد دیگه نمیتونست استفاده بکنه، کلا بستش این فیچر. خب حالا من چه راههایی دارم برای اینی که دسترسی داشته باشم به بذارید یه صحبتی بکنیم راجع به لایسنسینگش. اولا که فابریک فقط روی فابریک پریمیوم لایسنسینگ پلان اویلیبل هستش. خب یعنی یه پلتفرمیه که بعد براش پول داد، پریمیومه. خب یعنی اگر که شما رفتیم و یک سری پرو لایسنس، پاور بی پرو لایسنس داریم، لایسنس پروفشنال داریم، یا حتی پریمیوم پر یوزر داریم PPU، کار نمیکنن اینا، روی فابریک روشون کار نمیکنه. اگر که شما در سازمانی که روش باش کار میکنید اگر که پاور بی پریمیوم داشتید، فابریک روش انیبل هست همین الان و باقی هم خواهد ماند انیبل. اگر که نداشتید بعد برید در واقع مایکروسافت فابریک. حالا چرا من مایکروسافت رو میزنم؟ به خاطر اینکه فابریک چیزیه که خود مایکروسافت یه سرویس داره به اسم Azure Fabric سرویس. خب سرویس فابریک، ببخشید، اصلا کلا یه چیز دیگه ایه. مایکروسافت واقعا این اسم گذاریش بیوتیفول. لایسنسینگ، اینم فابریک لایسنسینگ. اینم خیلی بلاگ جالبیه. خب این فقط در مورد لایسنسینگ توضیح نمیده. چرا بیشتر بحث بیشتر در مورد لایسنسینگ، ولی بیشتر از این حرفا میتونیم از توی این بلاگ یاد بگیریم. یکی از مهمترین چیزهای جالبی که داره این دوتا مثال آرکیتکچری که زده. خب که گفته که فرض بکنید که ما یه ریتیل کمپانی A داریم که این تننتشونه، این تننته. ببینید کلا هایرارکی، نمیدونم فارسیش چی میشه، طبق دسته‌بندی، سلسله مراتب. آفرین، مرسی، ممنونم. سلسله مراتب از تننت به آیتم. آیتم هم یه ترم جدید، ترمینولوژی جدید توی فابریک. همون چیزایی که ما قبلا توی پروگرامینگ بهش میگفتیم آبجکت، توی پاور بی آی بهش میگفتیم آرتیفکت، توی فابریک بهش میگن آیتم. یعنی شما مثلا یه دونه ریپورت الان میشه یه آیتم، فابریک آیتم، دیتا ست فابریک آیتم، دیتا فلو فابریک آیتم. سلسله مراتب در واقع به این شکل هستش که ما اول تننت رو داریم. خب این بالا اول تننت هستش. یک لایه پایینتر از تننت ما ورک اسپیس رو داریم. خب نمی نویسم دیگه، حالا همین
اسم میذارم ورک اسپیس، و داخل ورک اسپیس ها ما آیتم های مختلف رو داریم. حالا ریپورت هستش، هر چی که هست. خب حالا این رو شما نگاه بکنید. سناریوی B داره میگه که ما 2 تا تننت داریم. نگاه بکن. بچه‌هایی که سابقه کاری ادمین دارن، سیستم ادمین یا مخصوصا سیستم ادمین دارن، این یعنی 2 تا اکتیو دایرکتوری جداست. البته مولتی تننته، یعنی که این 2 تا با هم دیگه تراست دارن، اینا همو میبینن، با هم دیگه میتونن صحبت بکنن. خب این خیلی مثال جالبیه ها. و جالبتر از اون اینه که این مثاله رو خیلی توضیح نمیده پایین، که الان این آرکیتکچری که من گذاشتم اینجا تفاوتاش ایناست. من اگر بودم بعد همه اینا رو توضیح میدادم، نمیشه دیگه، چیز داری میذاری اونجا بعد توضیح بدی. ولی این خیلی چیز جالبیه، آرکیتکچر جالبی هستش. شما میتونید 2 تا تننت داشته باشید و توی هر کدوم از تننت ها اومده کپاسیتی اضافه کرده. باشه من کپاسیتی رو یادم رفت بگم وقتی که سلسله مراتب رو میگفتم. پس 2 مرتبه سلسله مراتب رو میگم. اول تننت هستش، یه لایه پایینترش کپاسیتی هستش، یه لایه پایینترش ورک اسپیس هست و داخل ورک اسپیس ها هم که ما آیتم ها رو داریم. درسته؟ امیدوارم که گویا باشه. این الان داره میگه که ما لایسنسینگ فابریک این سناریوی سمت راستی رو هم ساپورت میکنه، ولی بیشتر سناریوهای سمت چپی هست. خب حالا بریم اون خط اولش رو فقط بخونیم. داره میگه برای اینکه شما از فابریک استفاده بکنید، مایکروسافت فابریک استفاده بکنید، این الزامیه. این چیزی که نوشته you need to یعنی you must، یعنی 100% باید داشته باشید همچین چیز رو. باید organizational license داشته باشید که اگه روش بزنید میفرستتون توی یه پیج دیگه، شروع میکنه در مورد پریمیوم صحبت کردن، یا individual license داشته باشید. حالا من این رو در واقع چیزی که به صورت کد نوشته مایکروسافت اینجا کد برداری میکنم. برای استفاده کردن از فابریک ما 100% نیاز داریم که حداقل 1 دونه لایسنس پریمیوم داشته باشیم و حداقل 1 دونه لایسنس پاور بی آی پرو داشته باشیم. دیکود شدهش میشه این، یعنی کل این مطلب داره این خط اول این موضوع رو داره میگه. جانم فردریکو. خیلی ممنون، ببخشید بابت اینتراپشن. یه سوالی من فقط داشتم. جناب بخشی، خیلی از سازمان‌های ایرانی دغدغه پول ندارن، مثلا لایسنسش و اینا اوکی واسهشون، ولی واسه مایگریت کردن از ترمیس به سمت اساس و اینا همیشه دغدغه مثلا اینو دارن که دیتا ما رو نبینن، نمیدونم چه داستانی اتفاق بیفته اینا. همون اولستری که همیشه هست. من میخواستم ببینم راجع به مثلا چیزایی مثل دیتا ماسکینگ یا دیتا انکریپشن هم توی این مایگریشن امکاناتی هست که بشه اونطوری رفت سراغ بشه. ببین در مورد این خیلی مشخصا صحبت خیلی زیادی نشده. خب دیتا شما و زمانی که میاد میشینه روی فابریک، اصلا بریم روی پاور بی آی صحبت بکنیم، انکریپت شده. خب انکریپشن روش فعال هست. خب من فقط متوجه نشدم، شما گفتی که سازمان‌های ایرانی مشکل پول ندارن؟ اینو من درست شنیدم؟ می‌خواستم آخر من بپرسم. نه من منظورم حالا همشون نبود، ولی گفتم خیلی از سازمان‌های بزرگ ایرانی حالا خیلی مشکل اعداد و رقم پرداخت تو این اوردرها رو نداره. اون خیلی من فکر نمی‌کنم که اصلا مایکروسافت بفروشه لایسنس فابریک به سازمان‌های ایران. حالا اونو شبیه کارهای دیگه که انجام میدن اونم میتونن یه جوری هندل بکنن، حالا اینتیتی جاهای دیگه دنیا دارن. ولی کانسرن اصلی که استیک‌هولدرها دارن همیشه بحث دیتا پروتکشن تو سایبر سکیوریتی. اینو میخواستم ببینم وقتی مایگریت کنیم سمت مثلا ساس و اینا، این امکانات دیتا ماسکینگ. شما دارید از ساس به ساس دارید مایگریت میکنید یا آن پرم به ساس؟ از آن پرمیس به ساس. خب از آن پرم به ساس یک پای ماجرا روی آن پرم شماست. خب ساس ارگانایزیشن ها معمولا به عهده نمیگیرن، معمولا میگن اون مال شماست. خب اون بخش قضیه با شما. خب و بعدش هم شما میتونید در واقع
اکثرشون الگوریتم‌های مختلف انکریپشن دارن، یعنی حتی دیتا آن رست معمولا انکریپت شده است. خب دیتا این ترانزیت هم انکریپت شده است. خب و روش‌های بسیار مختلفی هم براش وجود داره. ببین مثلا خدایا اسم رو الان من 2 مرتبه اسم تخصصیش رو یادم رفت. روی اجور مثلا یه چیزی هست که شما سینپس روی مثلا سینپس انالیتیکس کاملا میتونید این رو ایزوله بکنید. خب حتی رو پاور بی آی میتونید این کارو بکنید. پاور بی آی تننتتون رو شما میتونید از دسترسی پابلیک خارج بکنید، میتونید دسترسی کاملا پرایوت باشه و برای اینی که دسترسی به پاور بی آی سرویس داشته باشید باید 100% وی پی ان بزنید. وی پی ان بعد بزنید به اجور و بعد میتونید، یعنی این که این بالا بزنید app.powerbi.com و یوزرنیم بزنید، میگه اصلا هم چیزی وجود خارجی نداره، اینترنت رو من نمیتونم بهش وصل بشم. همه اینها رو گفتم. یه نکته که پاسخ شما رو شاید بهتر روشن بکنه، روی یک پروژه خاصی که ما کار میکردیم و آره یه صحبت end-to-end encryption مطرح بود. خب end-to-end encryption اون موقع یه خورده متفاوت میشه، یعنی که شما دیتا از اون لحظه‌ای که شما به کانکت میشید به دیتا سورس، حالا کلاود به کلاود هم بودون، باید انکریپت باشه، این ترانزیت هم انکریپت باشه، آن رست انکریپت باشه، این کش انکریپت باشه، همه چیز و 100% انکریپشن داشته باشه. مایکروسافت اومد گفتش که خب ما یه چیزی دارن بایوک، نمیدونم اسمش شنیدی یا نه، bring your own key، یعنی میگه کی خودت رو بیار، انکریپشن کی خودت رو بیار و با اون در واقع ما کار بکنیم. اینا اون رو هم حتی راضی نبودن، گفتن نه ما فول end to end encryption روی پاور بی آی سرویس و کانکشن های دسکتاپ به سورس میخوایم. مایکروسافت چیزی حدود فکر میکنم $1 میلیون برآورد کرد براشون. خب حالا معنیش اینه آیا out of the box یا همین الان به صورت دیفالت وجود داره همچین چیزی؟ پاسخ من با توجه به تجربه‌ای که روی اون پروژه داشتم که اون پروژه حدود 7 ماه پیش بوده، پاسخم اینه که نه، وجود نداشت. آیا همین الان هست؟ نمیدونم. آیا دارن روش کار میکنن و به فبریک اضافه میشه end to end encryption؟ اون رو واقعا نمیدونم که خواهند داشتن. ولی راه آیا وجود داره؟ بله، راه برای رسیدن به خدا بسیاره. خیلی راه ها هستش که میتونن انجام بدن، میشه انجام داد و در واقع سکیوریتی رو تأمین کرد. من فقط حالا اصلا بحثش واقعا بحث اینجا نیستش، ولی یه سوالی که من همیشه برای خودم مطرحه اینه که خیلی از شرکت ها و ارگانایزیشن ها که تو ایران دارن کار میکنن، اگه اشتباه میکنم 100% منو تصحیح هم کنید، ولی من فکر میکنم که از ویندوز های قفل شکسته و کد شکسته دارن استفاده میکنن که خودش آلردی کامپرومایز هست. اصلا چرا ما داریم بحث سکیوریتی رو این وسط مطرح میکنیم؟ نه من این یه چیزی رو توضیح رو بدم. سوال شما رو چیز نمیکنم و سوالت کاملا سوال درستی بود، جواب سوالت هم دادم. این اصلا یه سوالیه که برای من وجود داره. یعنی مباحثی که وقتی در مورد سکیوریتی و نمیدونم سکیوریتی هول ها مطرح میشه بماند. عرضم به حضورتون که راجع به سوالی رو مطرح کردم و منتظر جوابش نشدم. آره. بله در نظر بگی جوابو. آره بحث مورد نظر امشب ما نیستش، میگذرم ازش. ببینید این در واقع لایسنسینگ فابریک هست روی اسکیو های مختلفی که وجود داره و خدایا مقایسش با اسکیو های امبدد که EM و A هست. اینا مال امبدد پریمیوم امبدد کپاسیتی هستن و اسکیو های پریمیوم کپاسیتی. این وب پیج هم وب پیج جالبیه که لایسنسینگ رو داره توضیح میده. پس بنابراین فابریک
یه چیزی هستش که بخواید تا زمانی که ترایال هست برید حالشو ببرید، استفادهشو بکنید، یادش بگیرید. ولی از زمانی که از در واقع ریلیز بشه و از ترایال در بیاد، اینا هزینه هایی هستش که باید در واقع این اصلا اینجا الان من تو این پیج هزینه نداشت و درسته؟ من اینو فکر کنم هزینه‌شو میتونیم همین الان ببینیم. ببین چون هزینه‌اش بر اساس هزینه‌اش یه جوریه که اینجوری نیست که فیکس باشه، شما میتونید پاس کنید دومین فرق می‌کنه. من اگه بخوایم هزینه حدودی داشته باشیم نه ببین وای کپاسیتی بیس اگر که جلو بری شما یه هزینه‌ای داری میدی سالانه و شما یه هزینه‌ای داری میدی ماهانه و یک سال باید اون هزینه رو بدی، یعنی این توی قراردادت هست. خب فابریکی که شما داری در موردش صحبت میکنی فابریکی هستش که از سرویس میتونی روی اجور ران بکنی و لینکش بکنی به لینک میشه به ورک اسپیسات. اینا دو تا پلن کاملا متفاوتن با هم. آره دو تا پلن جداگانن، ولی شما باید در نظر بگیری هر عددی که اونجا در اومد هزینه استوریجی که برای اونام داره اضافه میدی هم بعد پلاس یعنی اضافه کنی بهش. آره یک هزینه استوریج هم میاد روش. یه دونه چیزی اینجاها من دیدم همین دیروز یا پیروز بود، برای یک از مشتری‌ها داشتم اینو می‌خوندم. چیزی که داری میگی درسته. من یه ستاره دیدم که یه ستاره کوچولو میذارن اون پایین توضیح میدن که کل قضیه رو منهدم میکنه. یه چیزی من اینجا دیدم چند روز پیش. درست میگی. بماند بگذاریم و برگردیم به اکسپریانس هامون. خیلی خب حالا من الان چی شد که این مسئله رو توضیح دادم؟ به خاطر اینکه اینجا میخواستم باز بکنم ورک اسپیس هام رو و شما میدیدید که من یه سری اینجا پریمیوم پر یوزر دارم، خب که با لوگوی الماس هست و کله یا آدم روش هستش. خب اینها این هیچ کدومش این لوگو رو دارم میگم. اینو اگه نگاه بکنید من وقتی که نیو رو باز میکنم توش فقط موارد مربوط به پریمیوم پر یوزر وجود داره. من اگه برم مثلا اینجا آیتم های چیز رو من اینجا نمیبینم. خب ولی خیلی جالبه، من دارم میبینم ولی کار نمیکنه، یعنی قطعا کار نمیکنه. وقتی که برم توش کار نمیکنه. من فکر کنم قبلا اومدم اینجا با لایسنس پی پی یو اومدم نبودش و این قطعا این ورک اسپیس پی پی یو هست. بذار یه دونه بزنیم ببینیم کار میکنه نمیکنه. همین جن توی دیتا فلو رو بزنیم. ظاهرا بازم داره میکنه. حالا نمیدونم 2 مرتبه چه تغییرات هر روز است در واقع ساعتیه. به هر حال انتظار اینه که تا اطلاعاتی که من در دست دارم پی پی یو نبایستی در واقع آیتم های فابریک رو داشته باشه. خب میریم توی یه دونه در واقع ورک اسپیس فابریک که من مطمئن باشم که فابریک رو ساپورت میکنه و اینجا ببینید من الان یه سری دیتا فلو ساختم، یه سری لیک هاوس ساختم، یه سری دیتا ست ساختم. شما به محض اینکه یه لیک هاوس میسازید چند تا آیتم دیگر رو براتون در کنارش درست میکنه. خب یه دونه warehouse درست میکنه، SQL endpoint ببخشید، یه دونه SQL endpoint درست میکنه براتون. خب یه دونه عین همون براتون لیک هاوس درست میکنه. خب و یک دونه دیتا ست درست میکنه، یعنی 3 تا آیتم درست میشن با هم دیگه. با هم اون دیتا ست پاور بی آی که براتون درست میکنه خب به قولی یک نسخه جدیدی از دایرکت کوئری داره استفاده میکنه که بهش میگن دایرکت لیک. خب بدون اینی که شما از ورتی پک انجین حالا به صورت مستقیم بخواید استفاده بکنید، دیتا ست در واقع فقط یه پوینتر هست به فایل های پارکه که توی مموری لود شدن و شما این رو به شکل یک دیتا ست پاور بی آی میبینید که اونجا حالا دیتا مدلش رو هم میتونید برید و بسازید و نمیدونم مژر تعریف بکنید، همه کار دیگه معمولی که توی دیتا ست تعریف میکنید. برای موردی که فردریکو گفتش من الان توی
همین این صفحه بیایم یک دونه بریم یه دونه دیتا فلو درست بکنیم. ببین فردریکو، این مجدد داریم برمیگردیم توی همین موضوع که شما گفتی که لو کد کاملا درسته دیگه. من الان میتونم برم بگم که خب من میخوام از یک سری دیتا سورس ها دیتامو بگیرم. تمام دیتا سورس هایی که تو ساپورت میکنه، حالا برفرض اینجا هستش، میتونم بزنم حالا او دیتا. من او دیتا رو یه دونه تست هستش او دیتا، بچهای قدیمی این رو خوب یادشونه. ادونچر ورکس. قبل ادونچر ورکس چی بود؟ ورد واید نه ورد واید ایمپورترز بعدش بود. نه، ورد واید ایمپورترز بعدش بود. قبلش یه چیز دیگه است. خدایا، نورث ویند. من فکر کنم نورث ویند رو از اسکیول سرور، فکر کنم از اسکیول سرور 2000 به بعد یا اسکیول سرور 8 به بعد اضافه کرده بود که دیتا ست تست بود. اوپن پروتکل فکر کنم همینه، نورث ویند. میتونم بیام اینجا و الان این او دیتا رو بهش اضافه بکنم و کانکشن رو هم کرییت کن. انونیمس هم وصل میشم، یوزرنیم پسورد لازم نداره، این اوپن دیتا هر کسی میتونه بهش وصل بشه. و الان اینجا دارم تیبل ها رو میبینم. ببین من دوستان، من تا الان کدی نوشتم؟ نه، هیچ کدی ننوشتم. خب select related tables، چیزایی که حالا بهش relatedن رو بره برای من انتخاب بکنه که اینجا میبینید داره انتخاب میکنه. و میرم صفحه بعدی، میرم create. کدی نوشتم؟ هنوز ننوشتم هیچ کدی. خب میخوایم یه خورده ساده ترش بکنیم. بریم دیاگرام ویو. میخوام یک سری فیلتر اضافه بکنم اینجا، یا میخوام اینا رو مثلا با هم دیگه جوین بکنم، میخوام اپند کنم یه سری دیتا رو. میتونم از همینجا میتونم انجام بدم. دوست ندارم این ویو رو ببینم، اشکال نداره، میرم استپ ها رو میخوام نگاه بکنم. میام دیتا ترانسفورمیشن استپ هامو اینجا نگاه میکنم. کدی نوشتم؟ نه، هنوز هیچ کدی ننوشتم. یک سری در واقع کالم رو میگیرم و ریمووشون میکنم. خب حالا فرض بگیریم که من اومدم رفتم توی پروسه استار اسکیما. ببخشید من هنگ میکنه یه وقتی مغزم، مجبورم مکس کنم تا یادم بیاد چی میخواستم بگم. و اومدم مثلا دارم یه سری دایمنشن درست کردم، بخوام برای این پرایمری کی تعریف بکنم. میتونم برم و بهش مثلا یه دونه مثلا ایندکس اضافه بکنم، یه دونه ایندکس کالم بهش اضافه میکنم. کد نوشتم؟ هنوز نه. این کد کجا هستش؟ کد اینجاست. نه، این میریم ادوانس ادیتور، تمام این کد اینجا نوشته شده برای من. خب یادتونه راجع به دیتا رنگلر گفتم. دیتا رنگلر هم کار مشابهی انجام میده. این لنگویجی که اینجا نوشته شده، این لنگویجی که اینجا استفاده شده پاور کوئری لنگویج هست. من یه سوال دیدم بایی جان. آره، در مورد دیتا رنگلر پرسیدن که کجا میشه ازش توضیح استفاده کرد، در موردش توضیح بدین. دیتا رنگلر توی چیز دیگه، توی نوتبوک ها. توی نوتبوک ها من هیچ مثالی برای دیتا رنگلر ندارم که همین الان براتون باز بکنم و بهتون نشون بدم، ولی توی نوتبوک ها و باید یه دیتایی رو باید بخونید و به فرمت پنداز ذخیره بکنید و بعد میتونید. من فکر کنم یه دونه ویدیو دیدم از پاتریک لوبلانک، یه دونه گذاشته بود از در مورد رنگلر توضیح میداد. اگه دوستان به یوتیوب دسترسی داشته باشین، یک دونه ویدیوی خیلی خوب در موردش بود. ولی همین چیزی رو که الان من بهتون نشون دادم، خب دیتا رنگلر یه چیز مشابه همین دیتا فلو هست. البته این دیتا فلو که منم بهتون نشون دادم دیتا فلو جن 2 هست. جن 1 هم دقیقاً همین ساختار رو داره. دیتا مارت هم دقیقاً همین ساختار رو داره، یعنی کلیک میکنی و یک سری کارها رو انجام میدی، درگ دراپ میکنی، رایت کلیک میکنی، یک سری کارها رو انجام میدی بدون اینکه کد نوشته باشی. دیتا رنگلر همه همین کارها رو
ممکنه که یه خورده حالا ادوانس‌تر، کمی کمتر ادوانس‌تر با فیچرهای کمتر، ولی برای پایتون انجام میده و توی نوتبوک ها میشه انجامش داد. متاسفانه مثالی آماده ندارم که همین الان بهتون نشون بدم. من فکر می‌کنم که کلیت ماجرا و قضایا رو گفتم. من مواردی که برام خیلی مهم بود گفتنش این بود که بدونیم اول از یه دیتا پلتفرم چه چیزهایی میخوایم. خب مثلا من الان اینجا میتونم برم و مثلا یه دونه نوتبوکم میتونم برم شیر بکنم. تمام چیزایی که روش حرکت میکنیم و این آپشن شیر میاد رو شما میتونید شیر بکنید با بقیه. خب این گزینه کلابوریشن مثلا خب الان اینجا داره پوشش داده میشه. خب اینی هم که دیتا رو بگیره و به گزینه در واقع تکنولوژی دلتا لیک و لیک هاوس رو میخواستم بهش اشاره بکنم که اشاره کردم. نکته بسیار مهم دیگه‌ای که برای من مطرح بود که امشب بهش اشاره بکنم اکسپریانس ها و تجربه های مختلف افراد بود و در کجاها چه چیزی رو باید برن و استفاده بکنن و استرس نگیرن که آقا من تا دیروز بلد بودم با پاور بی آی کار بکنم، این فابریک چی اومده، من الان چی باید برم یاد بگیرم. شما اگر که رولتون دیتا آنالیست هیچ چیزی رو لازم نیست یاد بگیرید. اون پاور بی آی رو قراره باش کار بکنید، کماکان هم با پاور بی آی کار میکنید. بفرمایید یه دونه دست میبینم. سلام، وقت شما بخیر. مرسی از توضیحاتتون. من 2 تا سوال دارم. یکی این که در مورد آپگرید به فابریک ها یک گایدلاینی وجود داره. خب مثلا ما تو پروژه قبلی از دیتا فکتوری استفاده می‌کردیم و پاور بی آی، الان هم اون پروژه بخواد آپگرید بشه آیا باید کار خاصی بکنیم یا همون سرویس ها در واقع میشه مستقیم استفاده کرد؟ چون متوجه شدم توی در واقع این سیستم باید الان یه دونه ورک اسپیس فابریکی ایجاد کنیم تا بتونیم از امکاناتش استفاده کنیم. یه سوال دیگه هم دارم، این که اون وضعیت ریل تایم دیتا ستامون توی پاور بی آی الان توی فابریک چطور معادل سازی میشه؟ اگه همچین سرویس اینجوری بگم دیتا سورسی داشته باشیم که ریل تایم میخوایم سرویس بگیریم، الان توی فابریک کار خاصی باید انجام بدیم، ریپورتامون باید عوض بشه یا؟ متشکرم. نه ببین تمام چیزایی که روی پاور بی آی داشتید همونجوری که گفتم به همون سبک قبلی کار میکنه. شما اگر که دیتا فکتوری هم که گفتی، اگر که از پایپلاین های خصوصا اگر که از سینپس پایپلاین ها دارید استفاده میکنید، درصد بسیار زیادیش قابل ترانسفر شدن هستش اینور. چون این همون تکنولوژی اومده فقط روی فابریک داره کار میکنه. یکی از مواردی که در واقع میشه گفت که نقطه شکست این وسط در حال حاضر میتونه باشه مایگریت کردن سینپس دیتا ور ددیکیتد پول های دیتا ورهاوس سینپس است که بخواید بیارید و روی فابریک حالا میان اینا میشن پارکی فایل، این چه جوری کار بکنه. من فکر میکنم یه جایی، چون نمیدونم که کجا دیدم راجبش صحبت نمیکنم، ببخشید کلامو پت میگیرم جمله‌ام. مرسی. یعنی الان ما میتونیم در واقع پایپلاین های دیتا فکتوری رو مستقیم ایمپورت کنیم توی ورک اسپیس فابریک، همچین کاری میتونیم بکنیم؟ نه به اون شکل که ایمپورت منظور چیه؟ یعنی مثلا بخوای بری کدش رو اونجا اکسپورت بکنی اینجا ایمپورت کنی؟ من شخصا نکردم. من برداشتم اینه که الان وقتی یه ورک اسپیس فابریک درست می‌کنی، من میتونم از همه اون آرتیفکت‌های قبلی که تو پروژه داشتم به نوعی اینجا ایمپورت کنم و ریوز کنم حالا برای کارم. اینکه اصلا برای مایگریشن پلنی مایکروسافت داده یا نداده سوال اصلیه. اطلاعاتتون پاور بی آی، یعنی میخوای اطلاعات پاور بی آی تو ببری اونجا؟ نه دیگه میگه دیتا فکتوری داره دیگه. دیتا فکتوری اوکی. اونا الان داره توی دیتا فکتوری کار میکنه. الان من بخوام اونا رو بیارم توی ورک اسپیس فابریک، سوال ها اینه که عملاً روش اجراش چیه؟ یعنی ما مایگریشن پترنی داریم، مایکروسافت برامون مثلا این کارو انجام میده. اصلا من داکیومنتی درموش پیدا نکردم. در مورد مایگریشن من کامنتی ندارم که بدم، نمیتونم کامنتی بدم و خودم هم این کارو نکردم. واقعا اتفاقا بسیار سوال جالبیه و من نکردم این کارو خودم.
خب که برم مثلا یه دونه پایپلاین دارم روی اژور. کجای دنیا هستید شما؟ ایرانید یا خارج از ایرانید؟ دبی. ها. من خودم شخصا این کارو نکردم، ولی در مجموع خیلی از و کلا هم این بست پرکتیسه که چیزی که کلا روی پریویو هست شما شروع بکنید باش کار کردن، ولی هیچ وقت پروداکشن رو نباید ببریم روی چیزی که پریویو هست، چون دائما در حال تغییر واقعا. ولی ممنونم از سوالت و من اگر فرصتی بشه که این رو تست بکنم از طریق حالا وحید یا اگر که روی لینکدین به من، اگر که کانکشن لینکدین من هستی روی لینکدین بهم پیغام بده، بهم یادآوری کن. من اگر که فرصت بکنم و این رو تست بکنم جواب رو بهت میدم بعدا. متشکرم. مرسی از ولی سوالت ببین سوال کاملا درستیه. قاعدتاً انتظار بر اینه که یک سری رودمپ وجود داشته باشه، مایگریشن پث وجود داشته باشه. بله خب همونجوری که شما هم گشتی پیدا نکردی، آره باید منتظر بمونید. مرسی، ممنون از شما. خواهش میکنم. اون سوال دوم که اون ریل تایم دیتا ستا تجربه‌ای دارین یا داکیومنتی مایکروسافت گفته، یعنی اونجا باید بریم سویچ کنیم رو در واقع سینپس آنالیتیکس ریل تایم؟ نه، ریل تایم دیتا ستاتون کار میکنه. اونا رو میتونیم مستقیم استفاده کنیم اونجا. آره ریل تایم اصلا هیچ چیزی تغییر گفتم روی خصوصا کمترین تغییرات روی آیتم های واقعا پاور بی آی. آیتم های پاور بی آیتون همونجوری که قبل کار میکرده کار میکنه کاملا. از این نظر که ما حالا اگه بخوایم این کارو بکنیم بس پرکتیس اینه که یه دونه حالا اسمش بزنم یه وان لک دیتابیسی درست بکنیم که در واقع این رفت و آمد اطلاعات از اون باشه دیگه. میخوام بدونم وقتی یه دونه پاور بی آی هست که این الان خودش بسته به دیتا ست ریل تایم، اون دوباره باید بیاد از یه وان لیک رد بشه یا خود پاور بی آی همچنان میتونن مثل قبل به دیتا سورس های مختلف وصل بشود؟ پاور بی آی قطعا میتونه به دیتا سورس های مختلف وصل بشه، ولی اگر که تو به محض اینکه بخوای بیای روی در واقع لیک هاوس و مثلا به شکل پارکه یا اسست دلتا لیک دیتا لیک بخوای استفاده بکنی، اون وقت این آپشن پایینی این ریل تایم انالیتیکس این چیزیه که بعد ازش استفاده بکنی. خب که چه چیزهایی رو الان در همین لحظه ساپورت میکنه؟ تکنولوژی که ساپورت میکنه KQL کوستو دیتابیس هستش و ایونت استریمز. خب این ایونت استریم من هیچ وقت ازش استفاده نکردم خودم، ولی این هم یه دونه خدایا چیز بود بهش میگفت استریمینگ انالیتیکس توی اژور یه سرویس بود که حتما قطعا همین الان هم هستش. ممنونم از هر دو تا سوال خیلی خوبه. متشکرم. مرسی از اطلاعات. تشکر. مرسی خواهش میکنم. دوستان اگر که سوال دیگه ای هستش بفرمایید، اگرم نیست که در جایی که من زندگی میکنم تقریبا 10 شب و من کم کم چشمام به صورت ناخودآگاه داره هی تنگتر و تنگتر میشه. خیلی هم عالی. اگر بعد دوستان سوالی دارن لطفاً میکروفونتون روشن کنن بپرسن، در غیر این صورت که میتونیم جلسه رو کم کم تمومش کنیم. ممنون از همه، دمت گرم سهیل جان، ممنون که وقت گذاشتی اطلاعات رو شیر کردی. ممنون از همه دوستانی که تا الان با ما بودن.